سلام و هفته نوتان بخیر باشد بیننده عزیز. برنامه نویدی بامدادی است که با آخرین خبرها از رادیو آزادی تقدیم شما می شود. من شعله عبدالله دوام 10 دقیقه دیگر شما را همراهی می کنم. امروز 9 آگوست است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها. سعودی به حج عمره اجازه داد. وزیران چی گفتند چی شنیدند. تاجیکستان در توکیو 2020 نظر شهروندان. عربستان سعودی از 9 آگوست درخواست خارجیان را برای حج عمره قبول می‌کند به شرطی که داوطلبان گواهینامه واکسینه ضد کرونا ویروس را داشته باشند. خبرگزاری دولتی این کشور روز 8 آگوست اطلاع داد که شمار زائران از 60,000 تا 2 میلیون نفر در یک ماه خواهد بود. بیماری همگیر به جریان حج فرضی و عمره از بخش‌های سیردرآمد عربستان سعودی خلل رساند. پیش از پاندمی این کشور هر سال از حساب زائران تقریباً 12 میلیارد دلار فایده می‌دید. یکی از 5 رکن دین اسلام است و رعایتش برای هر فرد مسلمانی که توانایی دارد فرض است. حج فرضی در یک سال یک بار و در زمان عید قربان اجازه است. مسلمانان حج عمره را در هر وقتی برایشان مناسب انجام داده می توانند. هر سال از تاجیکستان بیش از 6,000 کس برای زیارت کعبه می رفتند و 2 سال باز به سبب پاندمی از سفر محرومند. هواپیماهای آمریکایی B-52 به مکان‌های طالبان در شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان حمله کردند. در این باره بخش افغانستانی رادیو آزادی گزارش داده است. معاون سخنگوی وزارت مدافع افغانستان در توییتر نوشته است حمله شام 7 آگوست صورت گرفت و طالبان تلفات سنگین دادند. به قول او در نتیجه بمباران جنگنده‌های آمریکایی مقدار زیادی از سلاح و مهمات طالبان از جمله وسایل نقلیه آنها ویران شد. تاکنون طالبان در این مورد چیزی نگفتند. از این پیش یک منبع پنتاگون یا وزارت مدافع آمریکا به روزنامه تایمز گفته بود که پرزیدنت جو بایدن به هواپیماهای B-52 و اسپکتر دستور داده است مکان جنگجویان طالبان را نشان بگیرند. ایالات متحده تصرف شهرها از سوی طالبان و حمله‌های خشونت‌آمیز این گروه جنگجو را در افغانستان محکوم کرده است. سفارت آمریکا در کابل 7 آگوست در اعلامیه با اشاره به حمله‌های اخیر طالبان بر شهر زرنج مرکز نیمروز و شبرغان مرکز جوزجان گفته است این اقدام به منظور تحمیل اجباری حکومتشان پذیرفتنی نیست. بر اساس اعلامیه طالبان نسبت به رفاه و حقوق شخصی ملکی بی‌اعتنایی عمیق از خود نشان می‌دهند و بحران بشری در افغانستان را شدت می‌بخشند. در اظهارات سفارت آمریکا در کابل از طالبان خواسته شده است با آتش‌بس دائمی است و همه جانبه موافقت کنند و در مذاکرات صلح به طور پر اشتراک نمایند تا رنج مردم افغانستان خاتمه یابد. از اول ماه می امسال با آغاز بیرون رفتن نیروهای بین‌المللی از افغانستان خشونت‌ها و درگیری‌ها در مناطق گوناگون این کشور شدت یافته است. هرات و قندهار، لشکرگاه، فیض‌آباد، طالخان، زرنج و شبرغان شهرهایی هستند که طالبان به خاطر تصرف آنها حمله‌های گسترده را آغاز کردند. اما حکومت افغانستان میگوید طالبان قادر به نگهداری و کنترل هیچ منطقه‌ای نیستند. نشست‌های خبری وزارت و اداره‌های تاجیکستان به پایان رسید. مقامات میگویند دوام 3 هفته درباره کورشان به روزنامه‌نگاران معلومات داده به سوال‌های آنها پاسخ گفتند. اما بعضی خبرنگاران با ناراضگی میگویند نشست‌های خبری برای مقامات تنها رمزی و مناسبت برخی مقامداران هم چندان خوب نبود. مولا رجب یوسفی تفصیلاتی بیشتر دارد. همین مقصد سوالات تو در چی است؟ برادری عزیز گوش کن. ما هم قلویه داریم میخندید برای چی؟ ما در پخش مستقیم قرار داریم ما به شما میرسونم. این نمونه مناسبت یک مقامدار با روزنامه‌نگار در نشست مطبوعاتی است. اگر موسی بابا حاجیف خبرنگاری از پلوس در پخش مستقیم بودن را خاطر رسان نمیکرد شاید رد و بدل‌های زیاد صورت میگرفت. بعد اون پس از نشست ما رو به نزد خود دعوت کرد و گفت برای چی تو با من سوال‌های رو میدی که خودت به آنها جواب داری. یعنی پس از نشستم اون نمیخواست که به این سوال‌های من جواب دهد و از سوال‌ها راهی گریز می‌کرد. الهام جان عطایف یگانه مقامدار نبود که در نشست خبری با روزنامه‌نگاران چنین مناسبت داشت. در نشست‌های دیگر اداره‌ها نیز چنین طرز معاشرت مقامداران با روزنامه‌نگاران مشاهده می‌شد. مثلا اینجا در نشست کمیته تلویزیون و رادیو. مرحبا. از استاد لایق نشنیدید؟ از استاد ترسونزاده را نشنیدید؟ یک ماه قریب به همه شبکه‌های تلویزیونی رادیویی رفت.
در برخی نشست‌ها به خبرنگاران اجازه سوال پرسیدن نمی‌دادند. ایتالیایی وینچنزو ترانی شناس است و چند مرتبه واخورده. لطفاً میگفتید آیا او رو میشناسید و چند بار همراهش واخورده و این واخوری‌ها پیش از سوال و شخصیت در خود دارد. بس سوال سوم در رابطه با آیا بانک ملی قضیه شرکت ساختمان ان و انتقال 48 میلیون دلار از به خارج طریق تشکیلات ایمان اینترنشنال رو سنجیده است و آیا در این قضیه رهبریت سابق ایمان به خطای راه داده مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که برخی از مقامداران بلندپایه به جای پاسخ دادن با روزنامه‌نگاران وارد بحث می شدند. در مسئله مشروع که من فکر میکنم از یک چیزی خسکی چیزی سبوی قدر شما بار اول نیستین دیگران سوال کردن اینقدر بیا در جمهوری تاجیکستان یگان مشکلی دیگر نیست. بازی‌های 32 تابستانی المپیک در شهر توکیو ژاپن روز 8 آگوست به انجام رسید. در این مسابقات که 23 ایول شروع شده بود، بیش از 11000 ورزشگر از 204 کشور و اینچنین دسته پناهندگان شرکت کرده در 33 رشته ورزش برای 339 مجموعه مدال‌ها مبارزه بردند. در المپیاد توکیو 2020 از روی حساب عمومی مدال‌ها و هم با در نظر داشت صفت آنها منتخب ایالات متحده آمریکا مقام اول را از آن خود کرد. ورزشکاران آمریکا 113 مدال گرفتند. مقام دوم را منتخب چین با کسب 88 مدال و منتخب ژاپن با کسب 58 مدال در مقام سوم قرار گرفت. از کشورهای شوروی سابق به جز از روسیه ورزشکاران ازبکستان، گرجستان، اوکراین، بلاروس، استونیا، لاتویا، آذربایجان، ارمنستان، قرقیزستان، لیتوا، ترکمنستان، قزاقستان و مولدووا با مدال‌های المپیاد توکیو سزاوار شدند. ولی ورزشکاران تاجیکستان در بازی‌های 32 تابستانی المپیک نتوانستند مدال به دست بیارند. ضمناً از کشورهای سابق شوروی و آسیای مرکزی تنها تاجیکستان نتوانست مدال بگیرد. همه 10 ورزشکار تاجیک در المپیاد توکیو ناکام شدند. بهادر عثمانوف، شهباز نعمت‌اللهیف، سیاوش ظهوروف، سامان محمدبеков، اکمل مرادوف، کامران یوسوپیریان، تیمور رحیموف، اناستاسیا تیورینا، علمجان ایشانوف و ایلدار احمدیف در توکیو به مدال ماندند. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های تابستانی المپیک در هیئت دسته منتخب تاجیکستان سوی بیسیخلال از سال 1996 شرکت می‌ورزند. عموما منتخب کشور در بازی المپیک همگی 4 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 2 برنجی به دست آورده است. ضمناً همکارم نگاره فضل‌الدین از ساکنان پایتخت سوال کرد که چرا ورزشکاران تاجیک ناکام شدند. یک مثلا همین تیار کردن یک نفر به همین بازی‌های المپیک حکومت تاجیکستان چقدر مبلغ صرف کرده است. یعنی وقتی مثلا همین اگر بگیریم استوپیریونا همین تا همونجا رفتن چقدر مبلغ حکومت برای این صرف کرده است و اون رقیباش هم یا بار ببینیم که برای رقیبای مثلا استوپیریون همون کشوراشون چقدر مبلغ صرف کردن. تایری درست نکرده، هوایی نیه کن درست مشق نکرده، این خیلی هوایی نشونش نکرده. بخش یک روزی تاریخ را همکارم آخرمان بخازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 9 آگوست را فرا میگیرد. 9 آگوست سال 2002 وزارت کارهای خارجی تاجیکستان قاعده داشتن ویزه خروج را به هنگام سفر برای شهروندان این کشور بکار کرد. قاعده‌ای که در رژیم اتحاد شوروی عمل میکرد و با هدف نظارت از سفرهای شهروندان جاری شده بود، آخرین شده در قلمرو شوروی سابق در تاجیکستان بکار گردید. 9 آگوست سال 2006 بعد بیماری طولانی در 59 سالگی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان درگذشت. سال 1997 عبدالله نوری با نمایندگی از اتحاد مخالفان تاجیک در کنار پرزیدنت امامعلی رحمان سازشنامه صلح تاجیکان را امضا کرد که به جنگ 5 ساله شهروندی تاجیکستان نقطه گذاشت. 9 آگوست سال 2008 تاجیکستان و فرانسه سازشنامه ساختمان ترمینال نو فرودگاه بین‌المللی دوشنبه را امضا کردند. ترمینال در دوام 2 سال با 24 میلیون یورو پول قرض از جمله سهم تاجیکستان ساخته شده در آن معیارهای نزدیک به یک فرودگاه بین‌المللی رعایت شده است. مقامات فرانسه گفتند ترمینال بین‌المللی را همچون پاداش تاجیکستان برای امکان استفاده فرودگاه دوشنبه از جانب نظامیان فرانسوی بنیاد کردند. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 9 آگوست چنین اعلام کرده است.
بیننده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نویدی بامدادی. اطلاعی از این بیشتر رو در سامانه ما با نشانی www.azadi.org و صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. فردا در همین وقت و ساعت شما را منتظریم. خدا نگهدار.